شما اگر دیدید که اکثری گروه ها در تعلیماتشون بخصوصا گروه های نمی 20 ساله 30 ساله آخر افرادگرایی اینا از ملیگرایی عربی شدید منشأ میگیرن. این یک جمعی دینگرایی اسلامگرایی تند با عربگرایی شدید یک جایش دیگه است. اگر طالبان رو بینید زیر شعار اسلامی اساسا پشتونگرایی را رایج میکنن، مثلا به ضد فرهنگ تاجیکی، ازبکی دیگر مبارزه میکنن و اساسا پشتوگرایی رو مطرح میکنن، زیر نام اسلام او را تحمیل داره. یک گروه دیگه با زیر نام اسلام فرهنگ عربی رو اساسا تحمیل میکنن. از جمله شما بینید که در تعلیمات این گروه فرهنگ ما، تاریخ ما، گذشتگان ما، رسم و آیین های ما، حتی نام های ما حکم شدید دارد. اونا نه گذشته رو قبول دارن، نه شاهنامه رو قبول دارن، نه فرهنگ آریایی رو قبول دارن، نه زبان فارسی رو قبول دارن. شما ببینید که ما یک ملتی هستیم که جوهر فکری ما با ادبیات سرشته شده است. ادبیات برای ما در وقتش هم دین هم بوده است، هم فرهنگ هم بوده است، هم معنویت هم پناهگاه هم بوده است. ولی ادبیات ما در طول تاریخ با عرفان، با تصوف، با عشق خداوند آمیخته شده است و این گروه های افراطگرایی میاد در نسبت صوفیه، نسبت تصوف حکم بسیار شدیدی کفر و بدعت میده. البته من میدونم که اینجا دانشگاه اسلامی یا محیط علما نیست، بعضی چیزای دینی را چقور نرویم با بهتر، ولی خلاصش همین که اونا ادبیات ما را، خود شعر را، خود ادبیات را، خود تصوف را، خود عرفان را یک حکم شدیدی غیر قابل قبول میتونن و همه دعوت میکنن که از اونها دور باشیم. ولی اگر ما تصور کنیم که همین فرهنگ ملی ما روی خط کنیم که شخصیت های بزرگی ما کیست، بینید اگر یک صنف خانه در روی هم خیلی بینیم همش رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، ناصر خسرو، نظامی، ثنایی، عطار تا جامی و تا بیدل و تا اقبال و همش میگیریم، اکثر اینا هستند اهل تصوف. آثار اینا است آثار تصوفی و اگر یک کسی به همه ای را حکم تیه که اینا بدعتکار و گمراهن، پس فرهنگ ما چی میشه؟ ما میشیم یک ملت وحشی بی فرهنگ و با دست خود، با فکر خود فرهنگ خود رو نابود میکنیم. بنابراین خطر گروه های افراطی در این است که با نابود کردن فرهنگ و معرفت ما رو باید ملت عریان، بی ریشه، خالی تبدیل میتد. انا اون وقت زمینه برای اوج گرفتن افراطگرایی فراهم میشه. ولی چرا این ملت افراطگرا نمیشه؟ من امیرا ولی ژورنالیستان نیستن یک چه آشکار گیم، ملت ما بسیار کم به گروه های افراطی گرایش دارد. تصور نکنید که تمام جامعه افراط گرایش نیست، خیلی کم. حتی 1% همین جوانای ما به گروه های افراطی نرفته است. 1% اهالی همین کشور 100,000 نفر است. ها ما این 4-5 هزار کس داریم افراطگرایی داریم. خب ولی همین 1% هم زیاد است. 1% چون که جامعه را فرا میگیره، اوج میگیره، جوانان پیروی میکنن. بنابراین چرا جوانای ما به طور عمومی نرفته است به افراطگرایی؟ چون که انمی معنویت، انمی ادبیات، انمی مذهب، انمی فرهنگ، انمی اخلاق، انمی فرهنگ اویلوی، انمی تربیت نگاه می‌دارد. فقط یگان کسی که از دایره همین تربیت و معنویت بیرون ماند، همون به دام افراطگرایی ها می‌غلطد. در اصل ملت ما افراطگرا نیست. ما درباره این نمیگیم که ملت افراطگراست، ما درباره این گفته هستیم که خطر بزرگ است و میتونه در زمین حیات آسایشته ما را از بین برد. از این رو اون فرهنگ ادبی و عرفانی که ما داریم و یک عاملی حفظ کننده ثبات و وحدت و امنیت است.